سلام و وقتان بخیر. باز هم در خدمت شما با یک ویدیوی جدید از صفحه رسمی نوربرت مارکتینگ کانسلتنسی، اولین و یگانه کمپانی رسمی مارکتینگ در افغانستان. سوال چنین بود که مارکتینگ چی است؟ بیشترین سوال از دوستای خود ما داشتیم که مارکتینگ چی است؟ امی کمپانی را که شما جور کردین مارکتینگ چی است؟ تعریف های پیچیده زیاد در کتاب ها است، در صفحات اجتماعی است، در گوگل است، در ای آی است. ما میخوایم به شکل خلاص و کوتاه بر شما مارکتینگ تعریف کنم و اگر بگویم عام‌فهم. مارکتینگ عبارت است از رساندن محصول و خدماتتان به مخاطبینتان مشتریانتان بوده میتونه، مخاطبینتان میتونه مراجعینتان باشه، بر از اونها رسانیدن خدماتتان و محصولاتتان. مارکتینگ یعنی رساندن خدمات و محصولاتتان به مراجعینتان و مشتریانتان، جلب کردن اعتمادشان و رسیدگی به نیازهایشان به شکل تخصصی و با معیارهای بین المللی که همه این موارد را ما در کمپانی خود به شکل درست انجام میدیم. در یک جمله میخوایم بر شما مارکتینگ تعریف کنیم که مارکتینگ عبارت از هنر است، هنر ارتباطات با مخاطبینتان و این ارتباطات باید به شکل دوامدار باشه. انشالله که ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگر شما در رابطه با این ویدیو سوالات داشتید ما در خدمت شما هستیم. کمپانی نوربرت مارکتینگ کانسلتنسی در خدمت شما است. وقتتان خوش، بخیر باشید. نوربرت اولین کمپانی رسمی مارکتینگ در افغانستان. آدرس سرک اول قلعه فتلا، کابل، افغانستان.